با سلام به همه ورزش دوستای دنیا، البته فوتبالیستای در واقع جهان و تمام کسایی که فوتبال رو دنبال میکنن. جام جهانی باشگاه های جهان که از طرف فیفا برنامه ریزی و برگزار شد در واقع یک پیچ تاریخی خیلی تندی رو در فوتبال دنیا رقم زد، به این معنا که اتفاقایی افتاد که واقعیت‌های فوتبال رو به شدت به چالش کشید و تغییر داد. حذف تیم‌های بزرگی مثل من سیتی یا منچستر سیتی، اینتر میلان و در معرض حتی حذف قرار گرفتن تیم‌های خوب دیگه‌ای که تو دنیا مدعی هستند، مثل حتی رئال مادرید که به هر حال غول فوتبال دنیاست و قهرمان بلا منازع و سالهای اخیر باشگاه‌های دنیا لقب گرفته، در این تورنمنت خیلی عجیب و غریب بود و اتفاقایی افتاد که شاید در فوتبال کم نظیر بوده. یعنی ما شاید در طول تاریخ فوتبال دنیا شاهد یه همچین پیچ تندی نبودیم و شاید به این زودی نخواهیم بود. ببینین تیم هایی تو این مسابقات از دور خارج شدن که تقریبا همه کارهای لازم رو برای موندن کرده بودن، همه کارها رو برای این رقابت کرده بودن و از جهت لول، با توجه به اینکه شاید بیشتر منظورمون کشورهای اروپایی باشه و باشگاه های کشورهای بزرگ و مطرح اروپایی، حتی سه کشور اول فوتبال دنیا تو اروپا، میشه اتفاقای عجیبی قلمداد بشه، مثل حذف اینتر میلان، یوونتوس، حذف منسیتی که قهرمان دوره قبل باشگاه جهان بوده، اونم با بهترین مربی با فاصله از بقیه مربی دنیا، با در واقع پپ گواردیولا، و این یکی از عجایب فوتبال بود که اتفاق افتاد. و عجیبتر این که تیم هایی مثل اینتر میلان توسط تیم های برزیلی عد شدن که خودشون تغذیه کننده تیم های اروپایی هستن و در واقع اصلا از لحاظ لول، هزینه و بودجه باشگاهی قابل قیاس با هم نیستن. اما شاید عجیب ترین اتفاق در 2 روز گذشته حذف منسیتی بزرگ با بزرگترین مربی حال حاضر دنیا و با دانشترین مربی حال حاضر دنیا پپ گواردیولا در مقابل یه تیم عربستانی بود. ببینید هرچند عربستان به شدت و خیلی خوب هزینه کرده، اما فرض کنید اصلا اینا هم لول باشن، کلاس بازیکنایی که تو عربستان بزرگ میشن، رشد میکنن، کلاس بازیکنی که مهاجرت میکنه اونجا، خودش در قیاس با بازیکنهای تراز اول منسیتی با دانش بیبدیل پپ گواردیولا قابل مقایسه نیست. البته که نباید از این بگذریم که اینزاگی در 2 سال گذشته فینالیست باشگاه اروپا بوده، یعنی اینکه یک مربی تراز اول رو تیم الهلال مشغول کاره، این شکی درش نیست. اما اینکه این مربی شاید حدود فقط 1 ماه مشغول به کار شده جز عجایب فوتباله. اینکه یه تیم از آسیا میاد در این سطح وارد 8 تیم برتر دنیا میشه با شکست منسیتی، اینم از عجایب فوتبال دنیاست. و اینکه وقتی بازی رو نگاه میکنیم 1 نیمه رو منسیتی اون در واقع ابهتش رو تحمیل میکنه به فضای روانی بازیکن‌ها و یک باشگاه آسیایی، اونم در عربستان. البته که الهلال یکی از باشگاه‌های بسیار پر افتخار آسیا و شاید یکی از بهترین ها، شاید بهترین باشه، اما به هر حال لول در سطح آسیاست و این تیم با مجموعه بازیکن‌های عربستانی و بومی به اضافه چند بازیکن مطرح دنیا، البته که باید از یاسین بونو یاد کنیم، دروازه‌بان بی‌نظیر مراکشی الهلال، اما اونورم دروازه‌بان مطرحی وجود داره، اونورم دفاع‌های تاپ دنیا هستن. اما جالبتر اینه وقتی شما سیر بازی رو دنبال میکنی، از نیمه دوم الهلال و بازیکناش و مربیش خودشون رو پیدا میکنن.
ظرف فقط 6 دقیقه 2 گل تحمیل میکنن و جلو میفتن و اینکه هی کامبک میخورن، گلشون جبران میشه، باز همین روحیه رو نمیبازن و در وقتهای اضافه در واقع اون اراده خاص خودشون رو تحمیل میکنن. و جالب اینه که تمام تعویضی های در واقع اوقات و وقت و تایم اضافه بازی، یعنی از دقیقه 90 تا 120 تماما بومی و عربستانی هستن. و جالب این که نه تنها بازی رو نمیدن، نه تنها روی رو نمیبازن، بعد که انقدر قشنگ این انتقال سویچ میشه و اتفاق میفته که میتونن نتیجه رو تحمیل کنن به منسیتی و پپ گواردیولا و در واقع نیمه دوم وقت اضافه آخرین ضربه کاری رو در واقع تنه اصلی باشگاه منسیتی میزنن، به پپ میزنن و اینجاست که دیگه بیش از چند دقیقه، بیش از فکر می‌کنم 10 دقیقه مقاومت میکنن و میرن مرحله و عبور یک تیم باشگاهی آسیایی، عبور بازیکن‌های آسیایی هرچند هزینه کرده، البته که به من سیتی نخواهد رسید فعلا این هزینه ها، ولی به هر حال هزینه هایی که مورد نقد خیلی ها قرار گرفت، از جمله شاید مربی‌ها و ورزشکارا و فوتبال دوستا و فوتبالیای کشور خودمون که چرا عربستان اینقدر بی‌رویه. الان میفهمیم که این هزینه کرد بی‌رویه نبوده، یک سرمایه گذاری استثنایی بوده. و خیلی جالبه شما در هر کشوری، در هر سطحی از فوتبال دنیا قرار باشه از سد منسیتی بگذری، از سد یک مربی فوق‌العاده با دانش مثل پپ بگذری، باید هزینه چند برابری بکنی، باید از منسیتی بیشتر هزینه کنی و بیشتر تجربه داشته باشی و بیشتر لحاظ روانی آمادگی داشته باشی که بتونی مچ پپ گواردیولا رو تو این عرصه بخوابونی. و این یک پیچ تاریخیه و یک مقابله این هست که آقا سرمایه و خرید بازیکن در مقابل بازیکن ساختن، در مقابل در واقع توان و سبقه و شخصیت قهرمانی و صعود و اینا، همه چیزو از نظر من که به هر حال سالهاست، حدود نیم قرن شاید هست که فوتبال دنیا رو دنبال میکنم و برام جذابه، خیلی عجیب بود. به همین خاطر من از یک پیچ استثنایی تاریخی از این اتفاق یاد میکنم و فکر میکنم استثنایی بوده و بی‌نظیر بوده و حتما دنیای فوتبال شاهد اتفاقای شبیه این هست و تشویق میشن کشورهای دیگه که با سرمایه گذاری البته از نوع درست و حساب شدهش در بالاترین سطح میتونن حرف اول رو بزنن، میتونن فینالیست دور قبل باشگاه جهان و بهترین تیم در واقع دهه گذشته دنیا رو مغلوب کنن. یادمون نره که الهلال در مقابل رئال هم نتیجه بسیار آبرومندانه و درجه 1 گرفت و این اعتماد به نفس رو بالا برد و اومد با همون اعتماد به نفس و حتی تقویت شده تونست مچ پپ گواردیولا و منسیتی رو بخونه با بالاترین بازیکنایی که یادمون نره یکیشون اروین هالنده، فقط یکی از اونها که تراز اوله و بی‌نظیره و رکورد مسی و رونالدو رو تو گلزنی به تعداد بازی شکسته و عبور از این اسمها، تک تک این اسمها و مربی مثل پپ گواردیولا و باشگاهی مثل منسیتی کار هر کسی نیست و این یعنی تغییر تاریخ فوتبال و پیچ خطرناک یا شاید عجیب و غریب فوتبال در دنیا. با امید برنامه‌های بعدی و گفتگوهای بعدی.